دوستان تو این ویدیو میخوایم با هم طریقه ساخت دکمه شات داون کامپیوتر یا دکمه خاموش کردن کامپیوتر رو با هم یاد بگیریم. ببینید یک کلیک راست میکنید، نیو رو میزنید، اینجا شورتکات رو میزنید، تو اینجا شورتکات این عبارت رو وارد میکنید. ببینید شات داون فاصله /s فاصله /t0. اینو من توی دیسکریپشن میذارم که شما راحت اگر نمیتونید چیز تایپ کنید کپیش کنید اینجا اضافه کنید. نکست رو میزنید، میتونید اسمش عوض کنید. من اسمش عوض نمیکنم، شات داون اگزر میذارم، فینیش میذارم، اینجا ظاهر میشه. حالا چون که این یک شورتکاته و عکس نداره ما میتونیم عکسش عوض کنیم. میایم تو این بخش چنج آیکون رو میزنید. چنج آیکون اینجا عکس شات داون داره، این انتخاب میکنید یا هر عکسی که دوست داشتید، فرق نمیکنه. اوکی میکنیم و تمام. این الان شد دکمه خاموش روشن کردن خاموش کردن ویندوز. یعنی شما روش دوبار کلیک کنید درجا سیستم شروع به خاموش شدن. دیگه از این یکم بهتره که شما رو استارت کلیک کنید و به این صورت تا به این مرحله برسید. شما مستقیم روی این دوبار کلیک کنید سیستمتون خاموش میشه. امیدوارم که از این ویدیو کوتاه خوشتون اومده باشه و لطف کنید کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی، ممنون.